رینو د شاتیلیون مقصد میگذاره که یک گروه را جمع میکنیم، خلوت نخست به مدینه منوره هجوم میکنیم، تابوت پیامبر صلی الله علیه و سلم میدزدیم، میگیریم میوریمش به لیبیا، به انطاکیه. این بدبخت گرچگی انتیوخوس که میگفتند در همین لیبیا یک دولت تشکیل کرده بود. بعدا یک مبلغی کلان طلب میکنیم، هر قدری طلب کردیم یا مسلمانان مضایقت نمیکنند. اگر همین میلیارد هم که گفتیم میتونه که یک گروه را جمع میکنیم، خلوت نخست به مدینه منوره هجوم میکنیم، تابوت پیامبر صلی الله علیه و سلم میدزدیم، میگیریم میوریمش به لیبیا. با کردن در شترها همون تختهای مقصد تختها را بریده همه را تیار کردن نچسبوندن، آوردن در ساحل بحر احمر سبیرت کردن. در محفل اصحاب نشسته بود. روایت از اوس ابن اوس صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم است و در جامع السنن امام نسائی آمده است. حضرت گفت این من افضل ایامکم یوم الجمعه، ای مسلمانان بیشک بهترین روزهای شما، افضل ایام شما روز جمعه حساب می شود. فیه نفخه و فیه صعقه و فیه خلق آدم علیه السلام. این روز روزی هست که در همین روز قیامت قایم می شود. این روز روزی هست که خدای تعالی از نو بنده هاش زنده می گردونه بعدی میرانیدن. این روز روزی است که خدای تعالی آدم علیه السلام خلق کرد، در همین روز داخل جنتش برده است. در همین روز با به سبب خوردن همون درختی که حضرت خداوندی منعش کرده بود باز به زمین راندش. همین پروسس در روز جمعه همین بین نماز عصر شام شده است. یعنی پیش پروردگار در جنت مدت به حد طولانی می شود. همین در همین بین عصر تا شام شده است. از همین خاطر این روز بهترین ایام است. فضیلت مرتبه جمعه حتی از فضیلت مرتبه عیدین بالاتر میستند. حضرت گفت فاکثروا علی من صلاتکم فی هذا الیوم، به خاطر آن که این روز روزی بهترین است نزد پروردگار، از همه بزرگترین محسوب می شود، در همین روز بر من صلوات بیشتر و زیادتر بفرستید. فان صلاتکم معروضه علیه، زیرا که تمام دعا و درودی که شما میفرستید البته برای من آورده و رسانده می شود. سبحان الله. ببینید عجب روزی بزرگ، روزی خوشبختی. حضرت صلی الله علیه و سلم او شما را تاکید کرده است در همین روز بر من صلوات بیشتر بفرستید، صلوات شما بر من عرض می شود. خشا به حال مسلمانی که در این روز طاعت عبادت کند، خشا به حال مسلمانی که محفل خیرش در همین روز طبق سنت دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم برگزار سازد. انشالله هر یک گوینده اگر یک بار صلوات بر محمد صلی الله علیه و سلم بفرستد، قومی که شرکت کننده محفل هستند هم‌آواز شوند، این میدونه که چقدر خیر و رحمت در این خاندان نازل می شود. شخصی از اصحاب که نه مسلمان شده بود، حالا حکمت خداوندی را خوب نمی‌دانید، حالا به طریق باید شاید از درجه و منزلت پیغمبران خاصتا رسول الله صلی الله علیه و سلم، ان الله حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، خداوند بر زمین حرام گردانده است خوردن جسد پیغمبران را. جسد پیغمبران همیشه همون خیلی پاک طیب تازه باقی میماند. سبحان الله. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. همه که بدن پیغمبران نمیپوسند البته سالم باقی میمونند، ایرا اهل کتاب هم میدونند، همین نصرانی ها و یهودی ها همش آگاه و واقف هستند. در عصرهای میانه، در زمانهایی که سلطان مصر صلاح الدین ایوبی بود، ممالک اسلامی بینشون اختلاف خیلی زیاد شده بود. بعضی از نصرانی ها آمده و همین ساحل های بحر میانه زمین ضبط کرده بودند. یک بدبخت، یک گرچک با نام رینو د شاتیلیون
مقصد میگذاره که یک گروه را جمع میکنیم خلوت نخست به مدینه منوره هجوم میکنیم تابوت پیامبر صلی الله علیه و سلم میدزدیم میگیریم میوریمش به لیبیا به انطاکیه این بدبخت گرچگی انتیوخوس که میگفتن در همین لیبیا یک دولت تشکیل کرده بود بعدا یک مبلغی کلان طلب میکنیم هر قدری طلب کردیم دیگه مسلمانان مضایقت نمیکنن اگر همین میلیارد هم که گفتیم میتن به خاطر تابوت پیغمبر شد لعنتی میدونست که جسد پیغمبر رو خاک نمیخوره در یه اروپا رفت اعلان کرد گفت کسی که میخواه پول کار کنه اینا یک عملیات بسیار عجیب در پیش است بیای همراهی کنه 5000 از همین بدبختترین مردمی دل آزار راه زن غارت گردنگی را جمع کرد کجا یک سروی گلوه میگن که ارسا همین بدبختی را جمع گرفت آورد در انتیوخیا در ابتدا میگه کشتی روز کردن به خاطر آنکه به بحر احمر برسن نمیشه که از بحر میان زمین به بحر احمر راه نبر او شب و روزا کشتی ها را میگه بار کردن در شترها همون تختهای مقصد تختها را بریده همه را تیار کردن نچسبوندن آوردن در ساحل بحر احمر سبیرت کردن همون کشتی ها را بعدا سوار شدن خط قدمک شینو کردن اومدن مدینه منوره را به بحر نزدیک است همون شهرهای بحری حساب میکنن حجاز خودش در همون ساحل های بحر احمر است میگه وقتی اومدن نزدیک شدن به ساحل فرو آمدند و هجوم کردن اومده است یعنی طرف مدینه منوره همین شب و روزا صلاح الدین ایوبی در دمشق بود است حضرت شب خواب است در خوابش رسول الله صلی الله علیه و سلم میبیند نزد شتابان میره برای زیارت الصلاه و سلام علیک یا رسول الله گفته که میگه حضرت باید استجابت گفت یا صلاح الدین مرا دریاب شتاب کن ای خوش پرید خیست در آب عرق گم شده است اشکای دیدش میریزد یک برادر داشت به نام عادل ایوب یک پهلوان بود است در حال گفت کاولری را بگیرید یک لحظه اونجا سکوت نکنید حرکت به طرف مدینه که حضرت خدا خود دید حضرت گفته است من رآنی فی المنام فقط رآنی هر کسی که مرا در خواب دیده است حقیقتا دیدگی است فإن الشیطان لا یتمثل بی زیرا شیطان هرگز شکل و صورت رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته نمیتونه چی گپشید است گفت بچه‌ها حرکت کرد هر سواره همراهش ده اسب زیادتی بگیره در یک اونجا دم نگیره استراحت نکنه این اسب که مونده شد دیگریش سوار شه اوش مونده شد دیگریش همین خیلی خطا زودتر برسون این مرد خدا را در 2 روز تصور کنید در همون شب و روزا خچه رسون در مدینه منوره اومد که علاقه در شهر مردم در غلاغوله افتیدیان که دشمن اومده است حضرت در را تشکیل کرد خشون دعوت کرد مسلمانان را بعد مقابل شنبر اومد در راه 40 کیلومتر دیگه به مدینه منوره را مونده است میگه در راه وقتی که شروع شد جنگ گفت یگان تش از زنده نگیره همه یو را از دم شمشیر گذروندن اینا همه بدبختی مجرم هستند همه را از دم شمشیر گذروندن مگر 7 نفر یکیش بدبخت خیلی همین گرسکر اینا دشتیلیان اینا جانشون کشیدن و گریختن دیگه همه را از دم شمشیر گذروندن قشون 5000 را اینا ببینید وقتی خبر به صلاح الدین ایوبی رسید روز جمعه به دست میگم روز جمعه به دست بالای منبر برآمد حضرت پادشاها پیش نماز جمعه میخوندن خطبه میگفتن موعظه میکردن مردم گفت پروردگارا گواه باش تا قصاص رسول الله صلی الله علیه و سلم نگیرم با زنهای حلالی خودم همخوابگی نمیکنم غسل جنابت نمیکنم بالای منبر عهد کرد با پروردگار حضرت مدت 3 سال مبارزه برد همراهشون آخر الامر در حتین نو موضع در این تریتوریا اسرائیل امروزه قشونهای یکچین صلیبدارا را شکست داد از جمله بدبخت رینو شتیلیان هم اسیر گرفتید 300 نفر را اسیر گرفته بود حضرت معروفترین و مشهورترین قهرمانای اروپا در پلین غلطیدند آخران پادشاه یروشلیم کرال یروشلیمسکی گیده لوزینیان ببینید великий магистри ордени тамплиеро великий магистри ордени госпитальеро оё шахсое ҳастанд ки
در اروپا کودکان مثل افسانه و اینا را میدونن. اینا می خیلی که ما رستم داستان میگیم در همون دهن اروپایی مثل همون قهرمانا حساب میخورن. 300 نفر اسیر غلطی. حضرت فقط همین شتیلیانی بدبخت کشت، دیگراش رها کرد. گفت شما دشمنی من هستید، این دشمنی پیغمبری من بود. من قصاص پیغمبر صلی الله علیه و سلم از این بدبختتون کنم. در اسلام اینه که جوان مردم ارزی وجود کردن، فعالیت کردن، ریشش وقتی میگردونی و نگاه میکنی همش از پدر و مادری صالحه به دنیا اومدن. خاصتا مادری پاک دامن و مادری مستوره و مادری صالحه میتونه اینا مثل قهرمانا را به دنیا بیاره. همین صلاح الدین ایوبی تاریخ تولد شما یک نگاه کنه کتابا را فقط چقدر گفتم در کن. این تاریخ رو وکیل نیست داری. میگه پدرش نجم الدین ایوب امیری تکریت بدست. جوان 20 ساله امیری تکریت. یک روز برادرش میگه اسدالله شیرکوه میگه که جان زن نمیگیری. آخه 20 در اومده زن بگیده مورم زن بگیریم آخه میستیم نگاه کرده. گفت دادر جان از خدا طلب کرده استم یک زنی صالحه و خوب خداوند که نصیبم گردوند البته میگیرم. الدنیا متاع و خیر متاعها المرأة صالحه. دنیا به حیث متاع است، استفاده شونده است. بهترین متاع این دنیا زنی صالحه است. من اعطاه الله امرأة صالحه فقد اعطاه خیر الدنیا و الاخره. کسی را خدای تعالی زنی صالحه نصیب روزی گردانده است، خیر دنیا و آخرت از برای او بنده نصیب روزی گرداندگی. البته که میگیرم از خدا طلب دارم که خداوند یک زنی صالحه را نصیب بسازه. میگه اسدالدین شیرکوه گفت که بچه‌م گفت حضرت گفت عیب است ایگه پته بگویی. تو اون بچه کم بغلی و تو امیر یک شهری آدم معروفی تو برو یک سویستوک بکش 100 دختر را پیشنهادت میکنم. تا اگر گفت دختری همین جلال الدین ملکشاه سلجوقی را اگر خواستگاری کنی نه نمیگه. گفت من شنیدم که وزیر سلطان 3 دختری بر کمال داشته است به بلاغت رسیدگی. چی میشود کسب بریم خواستگاری یک شب بگی دیگری شمار بگیرم اکاو دادرم با بوجه میشیم بوجه را نقض میبینم. گفت دادر جان ولی خدا طمع دارم طلب دارم خاکی نشید بعد همین مشکلم که بدتر رسید بعد که جای میره خواستگاری برم. گفت چند قدر مهلت میخوای یک جا؟ گفت همین 1 سال دیگه صبر کرد. یعنی حضرت بعد نمازهای فرضی و بعد نماز دعا میکرد است. یک روز در بین شهر امام خطیب مسجد جامع تکریت و میخوره. احوال پرسیش کرده است یک که حضرت چی حال داری؟ مسجد چی کم بودی داره؟ همین بزرگای خدا همه خادم مسجد بودن. همین وقت میگه 2 عورت از پیشو میگذره سطر پوشیدگی محکم. این امام خطیب میگه حضرت امیر من هم یورا دهن گپ دارم اگر اجازه بدی از سوالک دارم بپرسم شو خدا میدونه یورا دیگه آیا ملاقات میکنم یا نمیکنم. میگه رخصتش داد گفت من منتظر میستم بالای از سوار ایستادگی. میگه این خطیب از قفا اومده صدا کرد که خواهر من تو خواستگار روی کردم چی با قبول نکرده. یک آوازی زنانه اومد که حضرت گفت همین دخترچه قبول نکرده. گفت برای چی قبولش نمیکرده است؟ یک بچه خوب صالح او در کف هم بگیری از شما بلنده شاید در حسن جمال هم دختری تو زیباتر باشه. او جوان شما را نمیشینه از بس که بچه خوبه 5 وقت نماز در مسجد بخونه من توصیهش کردم که قناتت شود که حضرت گفت سختم نگی اما دختر در بر من خچه بپرس. بگو بچه چیو نگرفتیش؟ گفت حضرت تعبیدینم نیست. گفت خدا جون تماس کنه قطعی او دیلت که دیلت چی میخواه؟ دنیا دوره حسن جمال دوره اوی بچه خونه ایالی زن نگرفته است یورم شما را نمیشناخ. میدونم که تی یتیم بچه گفته من قناتت شوه و کمک تو کنم. دیلی تو چی میخواه؟ تو چی میخوایی؟ چکلی شو میخوایی؟ گفت حضرت من میخوام یا شوهر کنم که دست و دست قطعش داخل جنت برید. دخترک 13-14 ساله میخوام یا شوهر کنم که پروردگار از پشت او شوهر یک فرزند این بته که بیت المقدس دوباره آزاد کنه و در اختیار مسلمانا بسپاره. الله اکبر. این مرده که خوب در بالای از سوار گوش کرده است. گفت حضرت من بگیرمش این دختر من بگیرم. بگو بیا امیر این هم کفی شما نیست یا یتیم دختره که
کم بغل هر کس هم کفی چه باید بگیرم گفت با خدا قسم من از پروردگار ذوالجلال 2 سال شد کمتری زن طلب کردیستم خدا داده همون روز توی کرد گرفت و برداشت بعد 9 ماه پسرچه تولد کرد نامش موندن صلاح الدین آن همین صلاح الدین ایوبی آن همین مردی خدایی که تخمین بعد 37 سالی همین واقعه بیت المقدس آزاد کرد آمد در پیش مسئله یا گواه باش که من با وعده پدر و مادرم وفا کردم پروردگار را گواه باش که همین شهر را وعده کرده بودن که آزاد میکنه فرزندی رو من آزادش کردم این را ببینه که همین شیر مردو از شیر زنو میشود از زن غر دختری سالم نیاید در وجود از زن غر بیروید زن که استازش گشت هر شیر مردی که در تاریخ اومده است والله اگر تاریخ برق بزنه ترجمه حال شما ببینه همون مادرای خوب دارن زنای خوب و صالحه دارن برای همین تعلیم تربیت دختر صالحه با کمال رسانیدن او دختر به خانه شوهر کردنش با خدا قسم این بزرگترین عملی هست که هر یکی با شما انجام داده میتونه کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته هر کدام شما به حیث چوپان و پاسبان هستید و هر کدام شما مسئول از رعیت هستید رعیت ما کی است رعیت ما زن فرزندامون هستند قبل از همین دخترکا و همه ارزوی دختری صالحه میکنه دختری صالحه پولینه نیست که هر بهار خودش دویدن بگیره در لبی جوی در تل تیپا دختری صالحه را تربیت میکنن در خانواده مردهای صالح و زنهای صالحه خشرو مسلمان از خوردی با خدا و پیغمبر آشناش میگردونند از خوردی حق و حقوقی را که شوهر در ذمه زن دارن میفهموننش یک وقت همین دخترکا هیچی نداشتن آخه این ترقیات نبود این کوکلا نبود از برای خدا 2 چوک هم میگرفتن میتو میدادن یا چه شهر میکردن یا چه عروس با خدا قسم این همین خانداری و همین چیزا را ای خوردی تعلیم میگرفتن خوش آمده قبول میکردن طریقه توی چه خیل میشوه وقتی که شوهر در اومد زن چه خیل پیش شوهر باید بخیزد قامتش راست کنه کاش که همین کار را امروز میکردن که جامعه امروزه ما احتیاج بیشتر و زیادتر به همین دارد این خانواده نجیب هممون میشناسیم و همه میدونیم این مردمی هستند که اینقدر به شریعت راست و مستقیم هستند که خدا خودش شاهده خودش میدونه یک روز حاجی شرف جان قصه کرد قصه مادرشونه بعد فهمیدم که از کجا تولد شدن تری شعر بچه ها که گفت هر هدیه و هر چیزی که براش میبریم در همون دهه کنکورس میکنن کسی که یاسین اذیت کرد براش یه هدیه کسی تبارک اذیت کرد هدیه دیگه کسی عمر اذیت کرد میگه در همون دهه دیگه پسر دختر نمونده است که یاسین تبارک عمر اذیت ندونه الله اکبر همون سخنی که میگن الام مدرسه اذا اعددتها اعددت قوما طیب الاعراق معناش همیه زنک غیرتش همتش همیشه ای مرد زیاد میشود در این مسئله از همون دومن یعنی که زنای صالحه این فرزندان به دنیا اومدن من انشالله یقین دارم که دختری که در این خاندان به دنیا اومده است البته که تعلیم و تربیتش گرفته است انشالله خانه یک مسلمان با آبادان میگردونه و بعدا همین دختری خوب که باشه شوهرم و پدرم مادر شوهرم کسی باشه میگم بر پدرت رحمت پدرت تعلیم میکنه و پدردار بدست خداوند خواهرمون بختی اقبال بتو پروردگار بین خودش و بین شوهرش الفت و مودت و محبتی و غیره برقرار سازد خداوند از دامانش و فرزندای خوب و صالح و عالم و قاری و محب به دنیا بیاره پروردگار محفل خیر امروزه مونه که طبق سنت دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم برگزار گشت مبارک گردونه به خاطر احیای سنت حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم خداوند متعال هرگز فیض خیر رحمتش از منزل از این محفل منقطع نگردونه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار